هستم. خیلی خوش اومد به یه ویدیو دیگه از کانال GMX. دوستان امروز اومدیم با آموزش ساخت لوگو با هوش مصنوعی را یاد بدیم و با هوش مصنوعی برید لوگو بسازید، پروفایل، هر چیزی که هوش مصنوعی میشه ساخت. بریم آموزش رو بدیم. Let's go. خب دوستان، برای ورود به این هوش مصنوعی باید یه VPN خوبی داشته باشیم یا DNS خوب. من چه از DNS چالنجر استفاده میکنم، با این کدش حتما استفاده کنید، خیلی عالیه. خب بعد از اونچه روشن کردیم میریم گوگل، همون بروزر خودمون، میریم سرچ میکنیم جیمنی، همون بنویسید هوش مصنوعی گوگل هم میاد. این گزینه اول رو میزنیم، اینو میزنیم، بریم ببینیم، وایسید باز کنه. اگه برای اولین بار برید ازتون جیمیل میخواد و چند تا چیز دیگه جیمیل و اجازه دادن رو خودتون انجام میدید. برای من اگه بیاره برد. خب اینجا اگه میخواید برای اولین بار لوگو بسازید، اینجا بنویسید لوگو، یه لوگو بنویسید، براتون یه توضیح ریز بهتون میگه. این الان ببینید اینجا یه توضیح ریز میده برای شما که اینا رو بخونید میتوانید لوگو بسازید. من الان یه لوگو میخوام بسازم، یک لوگو با متن، من الان انگلیسی میکنم چیه این اکسچنج آورده با فانتزی و با سایه نه همون با این نوچه. خب بزنیم، یه چند لحظه طول میشه. اگه هم ارور داد، ببینیم الان ارور میده یا نه ارور نداد. ارور بده دوباره بنویسید حل میشه خودش با کمال میل. الان این اگه اینو نخواستید مثلا میتونید بنویسید یه چی دیگه هم بنویسید. الان یه چی دیگه هم آورد، میبینید مثلا میتوانید وچرانشو جراند آبی و سیاه، یا میتوانید عکس اضافه کنید یا خودتون عکس یه شیش رو بسازید. الان این آورد، مثلا یه شیش رو خودتون بسازید با یه برنامه یا با طراحی چه ویدیو قبل گفتم میتوانید بسازید و به این بدید به شما خفن‌تر کنه یا متنش رو زیباتر کنید. مثلا اینجا بنویسم لوگو، چی شد؟ دستم خورد، ببخشید. خب اینجا بنویسم لوگو سیست، الان بهتون میشه بایستید بیار. اینجا به شما الان مثلا اینجا بنویسید آموزش ساخت لوگو براتون چی میاره. الان بایستید مثلا به شما توضیح میده که چه استفاده کنید چه لوگوتون زیبا بشه. مثلا میخواید چی ایمیج باشه میتونید عوض کنید. ببینید الان بهتون اینجا رو همش رو میده، میگه چه میتوانید چیز کنید. مثلا من میخوام یه پروفایل مثلا یک پروفایل با عکس قبل و با متن GMX و الان ببینیم میاره. اگه ارور داد دوباره بدید درست میشه. ارور نداد. اگه VPN خوب داشته باشید ارور نمیده.
حتما برید ویدیو بعدی در مورد چی باشه. الان اینو چیز کرد برای ما ساخت. اینو میتوانید عوضش کنید که نمیخوام خیلی توضیح بدم. اگه توضیح یاد خواستید تو کامنت ها بگید و یه لینک کانال بدم، اونجا همشون توضیح میدم. و تا یه روز دیگه خدافظ، گودبای. خدافظی نشد، واسید اینو توضیح بدم بریم دیگه. چی بود؟ خدا چی بود؟ یه دقیقه واسید الان یادم بیاد من بیام میکردم. خب دوستان اینجا ما خبرها رو به شما آپلود میکنیم که مثلا یا سمها یا اگه سوالی داشت توانید اینجا به ادمینامون پیام بدید تا جواب شما رو بدن. بخشید اوکی. خب میتونید جوابتون رو بگیرید و آره دیگه از اینجا میتونید به گروشیشی های ما جایزه ببرید و از این چیزا دیگه. تا یه روز دیگه فردا میبینه بهتون. فعلا گودبای.